چطوری داشتم من قربونتون برم. یه بحثی که الان میشه گفت تقریبا یه هفته است که داخل یوتیوب فارسی خیلی دارن راجبش صحبت میکنن. مرگ یوتیوبر فارسیه. حالا چی شده خیلیتون میدونی، حالا من برای خودم میگم. آقا درآمد یوتیوبرها به چخ رفته و میگن یوتیوب فارسی تموم شده. خیلی از یوتیوبرها خدافزی کردن، رفتن ویدیوی نمیدونم نمیدونم چی و ناامیدی و به فاگ رفتن اینا گذاشتن. و خود آلکس اوکسرس اومد صحبت که داخل استریمش اینا رو گفت. من یه نکته بهتون بگم، بعد شما هر چی دلت بخواد بگو. بن عزیز، از این اتفاقات چندین بار داخل یوتیوب فارسی افتاده. حالا چه سالهای قبل، چه سالهای قبل ترش، چه همین امسال. این که درآمد یوتیوبرها افت داشته، نمیدونم درآمدا به هم ریخته، یوتیوب با تشخیص میداده ایرانی‌ها رو. این اتفاقات چندین ساله که مطرحه، یعنی از همون دوره‌ای که یوتیوب فارسی شروع شد تا همین الان این اتفاق چندین بار افتاده. ببخشید دارم توپق میزنم، دارم یه گیز میرم ویدیو رو. و اینو بهتون بگم که کسی که میتونه این بحران رو کنترل کنه و نجات بده کیه؟ چون پشماتون میریزه. نه یوتیوبراست، نه هیچ کسی دیگه، فقط شما ویورایید. ببینید قربونتون برم، شما اگه از ما حمایت نمی کردین الان هیچ یوتیوبری الان اینجا نبود. ببینید چندین سال پیش گفتن یوتیوبرها آقا نه فلان شده، شما فیلتر شکن خوب نصب کنید، شما نصب کردین. نمیدونم کامنت انگلیسی بذارید، گذاشتیم. شما بودیم که از یوتیوبرها حمایت کردیم و در حمایت شما این اتفاقات پیش اومد، این همه یوتیوب پیشرفت کرد و اومد جلو. پس یوتیوب فارسی نمرده، همه اینا مزخرفاته. ادامه بدین. هر کی هم میخواد شروع کنه یوتیوبو شروع کنه، بسم الله. اگه کسی میخواد بکنه همین الان شروع نکنه احمقه دیگه. که خیلی رو که صحبت میکنم. قربونتون برم عشقای من، این ویدیو جدید میخوام اثر سری براتون آپلود کنم، بهتره کنید ماچ به کلتون بخورمتون.